میخوای چربی‌های شکم، پهلو یا رانت رو آب کنی؟ شاید فکر کنی محاله، درسته؟ چون حقیقت رو بهت نگفتن. کاهش چربی در یک نقطه خاص از بدن یه افسانه است. هیچ تمرین پلانکی یا کرم لاغری نمیتونه چربی رو فقط از یه قسمت خاص آب کنه. اگه اینا جواب میداد الان همه سیکس پک داشتن. اما نگران نباش. آب کردن چربی‌های سمج شدنیه و این چیزیه که واقعا جواب میده. چربی سوزی یهو در یه نقطه اتفاق نمیفته، بلکه در کل بدن و همزمان رخ میده. این بدن خودته که تصمیم میگیره چربی اول از کجا آب بشه و در آخر به کجا برسه و این کاملا به ژنتیکت بستگی داره. بعضیا اول صورتشون لاغر میشه، بعضیا تغییر رو توی دست‌ها یا پاهای خودشون میبینن، اما یه چیزی همیشه ثابته. چربی اون قسمتی که بیشتر از همه اذیتت میکنه دیرتر هم از بین میره. به همین دلیله که بیشتر مردم توی این مسیر شکست میخورن. رژیم رو شروع میکنن، اما وقتی اون ناحیه سمج سری کوچیک نمیشه فکر میکنن دارن اشتباه پیش میرن و زودتر از موعد تسلیم میشن، در حالی که در واقع فقط به زمان بیشتری نیاز داشتن. در مردان چربی های سمج معمولا تو شکم و پهلوها ذخیره میشن. در زنان معمولا تو لگن، رانها و باسن جمع میشن. البته چربی صورت و گردن هم هست و هیچ کس از این در امان نیست. تا حالا شده چند کیلو وزن اضافه کنی و صورتت بلافاصله پر بشه؟ انگار بدن اصرار داره به همه اعلام کنه که داری حسابی به خودت میرسی. تمام اینا به ژنتیک برمیگرده. بدن جاهای مورد علاقه‌ای برای ذخیره چربی داره و همین قسمت‌ها آخرین جاهایی هستن که آب میشن. میتونه ناامید کننده باشه اما واقعیته. خب بذار سادهش کنیم. برای کاهش چربی باید در حالت کمبود کالری باشی. یعنی کالری که میسوزونی بیشتر از کالری دریافتیت باشه، یا به عبارتی کمتر از کالری که میسوزونی غذا بخور. در واقع هر دو یکی هستن، فقط بستگی داره که ترجیح میدی حس یه ورزشکار منظم رو داشته باشی یا مثل یه قربانی فقط مقدار غذا تو کنترل کنی. در واقع اینجاست که بیشتر مردم اشتباه میکنن. خیلی‌ها انتظار دارن اون چربی سمج اول از همه آب بشه، اما هیچ وقت این اتفاق نمیافته. چربی رو اول در جاهایی از دست میدید که حتی بهشون اهمیت نمیدید، مثل بازوها، صورت یا حتی ساق پا. این موضوع کاملا طبیعیه، اما تحملت تموم میشه و زود تسلیم میشی. از اونجایی که نمیتونی انتخاب کنی چربی از کجا اول آب بشه، بهترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که در اون ناحیه عضله بسازی. این کار باعث نمیشه چربی اونجا سریعتر آب بشه، اما باعث میشه بدنت در حین کاهش چربی خیلی بهتر به نظر برسه. چربی شکمت اذیتت میکنه؟ شکمت رو تمرین بده. نه برای سوزوندن چربی، بلکه برای شکل دادن به عضلات مرکزی بدن که در زیر اون چربی قرار داره. چربی پاهات اذیتت میکنه؟ پاهات رو تمرین بده. صورتت پف کرده؟ متاسفانه هیچ تمرینی برای صورت وجود نداره، پس فقط به کاهش چربی ادامه بده. کمبود کالری به اضافه تمرینات قدرتی سریع‌ترین راهه. این یک شبه اتفاق نمیفته، اما اگه مداومت داشته باشی قطعاً اتفاق میفته. کاهش چربی ساده است، اما آسون نیست. بیشتر مردم درست قبل از اینکه نتیجه رو ببینن تسلیم میشن. تو اون آدم نباش.